این هفته خبر تو خبر داره براتون از شاخ شکسته عظما و دست و پا زدن آخوند رئیسی برای سرهمبندیش. اونجا که حوزه و جایگاه ولایت باشد فقط باید توجه کرد به سخن ولی. 2 کلمه پیغمبر پاسخ دادند. ولایت چیست؟ از سمع و طاعه. 1 گوش شنوا داشتن به ولی خداست. 2 اطاعت کردن در میدان عمل و اجرا نسبت به اون چه که ولی میگوید. این خبیثی خبر نداره که الان وقت زوم کردن رو عظما نیست. هر کار کنه خودش کله پا میشه. بابا عظما که سهله. الان اوستای عظما که خمینی دجال باشم تو جنگ و دعواهای باندی لط و پار شده. تسخیر سفارت آمریکا احمقانه ترین کاری بودی که اتفاق افتاده. و حال مهم نیست، یه عده جوان رفتن اونجا گرفتن. 6 ماه قبلش هم کمونیستا گرفته بودن. اتفاق میفته تو همه کشورها. ولی همه کشورها میکنن اینو بیرون. همه کشورها اگه معتقدن اینجا جاسوسی داره میشه در سفارت میبندن. میگن آقا 48 ساعت فرصت دارید ایران رو ترک کنید، قطع رابطه. اما هیچ کشوری نمیاد بگه که این دیپلمات‌ها رو گروگان بگیرید. این یعنی یه اعلام این که من نرم جهانی رو قبول ندارم. اعلام این است که اعلام مبارزه با سازمان ملله. سر چی خب مثلا من خواهم این کار بکنم، تو میخوای همه دنیا رو علیه خود متحد کنی، بعد تو جنگ 8 ساله میگه همه دنیا یه بر بودن ما یه بر بودیم. این افتخاره؟ خب بیا اگه افتخار الانم بیا کار بکن. چرا الان پس با عربستان رابطه میگیری؟ چرا الان ما سعی میکنیم اون دیگه مخالف هم نباشه، اون نباشه؟ چون آقا این کار منطقی نبوده، این کار صحیح نبوده. این که امام راحل در 13 آبان 58 2 روز بعدش اعلام کردن این انقلاب دوم بود، یک خطای استراتژیک. عظما میخواست با آخوند رئیسی یه نظام یک دست درست کنه، اما حالا همه جا صحبت از کله پا شدنشه. فدوی همین چند روز قبل گفته گفت آقا گرونی و تورم و اینها انقدر شدید شده سپاه باید ببره صحنه بشه. خب این سیگنال ها با رئیسی داره میگه که آقا مسیر رو تغییر بده، این مسیر قابل دوام نیست. و این مسیر اگر آقای رئیسی تغییر نده، این که دولت ایشون حتی به پایان 4 سال نرسه احتمالش وجود داره. عظما فکر میکرد با بیرون آوردن آخوند خبیثی از صندوق تخم 2 زرده گذاشته. اما حالا هر کی از راه میرسه یه سیخ و سنبه‌ای به آخوند رئیسی و کابینش میزنه. من ایراد گرفته بودم از وزیر خارجه آقای رئیسی، این آقای عبداللهی هم فامیلی من شباهتش البته. من ازش ایراد میگرفتم که این آقا وزیر خارجه رئیس دیپلماسی کشور زبان انگلیسی درست بلد نیست. خب این ایراد وارده دیگه. بله. به جای اینکه آقای رئیسی فکر بکنه که میدونه جواب بده، من جواب آقای رئیسی رو به خودم میدونم دکور ویترینش رو درست کنه. نه جواب آقای رئیسی به خود من این است که آقا غیر از این کیه داریم؟ بله. جواب اینه. بله. برای اینی که نپروروندیم، اجازه ندادیم که کار ساخته بشه، درست بشه. عرض کنم بزرگ شما که منظور بحث من است که یه نماینده مجلس، خوشبختانه اسمش هم یاد نگرفتم که الان تکرار بکنم، یه نماینده مجلس دیدم یه جایی سخنرانی کرده گفته مگر امریکا وزیر خارجه امریکا فارسی بلده؟ یا علی فارسی بیشعور، فارسی زبان بین المللی نشد، کاش میشد، یه وقتی بود. بله. الان تنها حامی آخوند رئیسی این پدرزن بوفالوشه که اونم با این پرت و پلاهاش اوضاع خراب نظام رو لو میده. برادران و خواهران، این رو بدانید که در امروز هر جریان سیاسی با زاویه داشتن با رهبری بخواد در خط قدرتیابی در این نظام به موقعیت برسد، این غاصب خلافته و با غاصبین خلافت محشور خواهد شد که بخواد
با زاویه داشتن با ولایت و رهبری قدرت رو در این مملکت به دست بگیرد. یادتونه عظما میگفت رئیسی براش مثل شیرینی میمونه؟ منظورش احتمالاً یه چنین شیرینی بوده. دزدی آخوندا از مردم تمومی نداره. یه نمونهش اینه. دولت میاد تورم به 50% تحمیل میکنه به مردم میخوان داراییشون حفظ بکنن، بعد میاد از این دارایی میخواد مالیات بگیره. جواب این طرفو خیلی قبل‌ترها امام دجالش داده. حرام است دادن مالیات به این، از گناهان کبیره است، برای اینکه اعانت بر یک کسی است که بر خلاف اسلام است و پول آب و برق ندید، چیزای دیگه که میخوان ندید، زیر بار برید. مردم ایران رو میچاپن، بعد میرن تو عراق برای مزدوراشون کیک 20 تنی میپزن. کاری که آخوندا با اقتصاد ایران کردن نتیجهش این شده که مردم عمان از مقایسه پولشون با پول ایران اینطوری فیوز میپرونن. این پول ایران رو ایشون دید و از تعداد صفرهای این ریال گرخید. This one, this is a little more than 1 real of Oman. 1 real? Yes. You see this? اینجا هم یه الاغ زبون بسته با پژو پارس ساخت آخوندا تصادف کرده. خودش هیچی نشده و سالم اون بالا نشسته، اما خودروی ساخت آخوندا رو خودتون ببینید. این دلغک پا به گور خمینی دجالم دم آخری پشت پرده لقب‌های کشکی آخوندا رو اینطوری رو میکنه. سخنرانی میکردم، آقای حسنی گفت آیت الله قرائتی. گفتم آقا من آیت الله نیستم، من طلبم. گفت بنشین. این کت شلواری ها الکی به هم بگن دکتر مهندس، بذار ما آخوندم الکی به هم بگم آیت الله. این روزا هر آخوندی میره بالای منبر یه جورایی مجبور میشه به نفرت مردم از آخوندهای حکومتی اعتراف کنه. نگاه کنه برای جوونا دارن چجور تبلیغ میکنن دشمنا، میگن این آخوندا نمیذارن شما آزاد باشید، نمیذارن شما کیف داشته باشید، نمیذارن شما خوش باشید. خب وقتی هی بگن اینا مزاحمن، میخواد سر به تن ما نباشه. به همین سادگی. پایان مشنگستان این هفته رو به این جوجه تئوریسین بسیجی اختصاص میدیم که طبق معمول خزعبلاتش سوژه جوک شده. اما وقتی نگاه انقلابی داری، همین افغانستانیه فرصتی اسمش فاطمیونه. خطایی رو اینا تو سوریه شکستن که احدالناسی نمیتونست بشکنه. خودان روحیه‌ای که افغانستانی دارن، شجاعتشون، ساده زیستیشون، طرف یه نصف نون دستش بود 3 روز توی سنگل میموند. Voy a la playa, había subido la marea. Tú, había subido la marea y encontré una paella.